تناقض حجت الاسلام دانشمند و جهل وی به معانی آیه الا بذکر الله تطمئن القلوب. اگر شما میخوای خودتو حفظ بکنی، الا بذکر الله، بله، تطمئن القلوب، استرس ها رو ذکر خدا از بین میبره، تربت سید الشهدا از بین میبره، تربت سید الشهدا از بین میبره، تربت سید الشهدا از بین میبره. الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که فقط با ذکر الله قلبها مطمئن می‌گردند. اولا آقای دانشمند در ابتدا میگوید که استرس ها را فقط ذکر خدا از بین میبرد، ولی متاسفانه دوباره حرف خود بلکه آیه را نقض میکند و میگوید که تربت سید الشهدا هم از بین میبرد، که این حرف ایشان کاملا متناقض با آیه‌ای است که بیان میکند فقط و فقط اطمینان قلب با ذکر الله حاصل میگردد. ثانیاً سوال ما از آقای دانشمند این است که چگونه تربت سید الشهدا استرس را از بین میبرد؟ با خوردن آن یا با به بدن مالیدن آن یا با زیارت کردن؟ تا جایی که پزشکان میگویند خوردن خاک، هر خاکی هم که باشد، موجب مریضی های فراوانی میگردد و همچنین به بدن مالیدنش باعث امراض پوستی میگردد. حتی اگر که منجر به مریضی نشود، چه ربطی به قلب دارد؟ اما زیارت تربت حسینی نه در قرآن آمده که باعث از بین رفتن استرس می شود و نه در سنت صحیح، اما از کتاب‌های اهل سنت یا حتی شیعه. و برعکس زیارت تربت قبر حسین رضی الله عنه با این شرک و خرافات و گناهانی که در کنار قبر شریفشان انجام می‌گیرد، قلب را تاریک می‌کند و باعث ناراحتی انسان می‌گردد. بنابراین زیارت و نماز خواندن در اماکنی که در کنار آن شرک و عبادت غیر الله انجام می شود از لحاظ شرعی حرام است و باید همه به این قضیه توجه داشته باشند، به خصوص اولیاء دانش آموزان، چون که هر ساله از طرف وزارت آموزش و پرورش اردوگاهی برای دانش آموزان ترتیب داده می شود و آنها را به زیارت بعضی از این اماکن می برند.